بابای دونا فامیلش یادم رفت. خب در این باره خیلی گپ زدیم، اما از جانب رژیم، از جانب وکیده وزارت کارهای داخله بدیل خود که جواب اومد، یک جواب خنداور، یک جواب احمقانه. خیلی خونده نشه شنیدین که گویا این مستفید 87 ساله که بیچاره شاید که رگشتن خوب نتونه، شاید برای 87 ساله شما میدونید که در ما شما مستفیدا یعنی که همون نفری که کلان سالن اونو تیز ضعیف میشن، تیز مونده میشن، اما مسجد بعضیش نمیتونه رفته یا که یک رای دورتر این گجو برسته. وکیده گفت که این 5 میرفته با انصارالله گرفت دادو گرفت میکرده، طرف فرخور میرفته با طالبان گپ میزده. یک مستفید 87 ساله ما باوردم که همون مستفید همون فرخور دیدگی نیست، اون 87 ساله کو پرسینش یا که همون 5 دیدگی نیست. غیر از این خداوند نگهش بداره، اگر همین 5 سال بشینه از نگاه بنده خفه نشین، مستفید در زندان به هلاکت میرسه، به مرگ طبیعی، غیر از او که شکنجهش بکنن یا که بکشنش. زیرا 30 سالش کلونه، زندان تاجیکستان هم میدونه که شرایط نداره. اصلا زندان گفته یک جای بد میگن، جای خوب نیست، خونه خالی کسی نیست که برای بشینه. به هر حال مستفید در اونجا وفات میکنه، همین با مرگ طبیعیش. او شرایط میدونه که مستفید یا کمپیرو زیاد برای او شرایطی در کوه که در داخل خونه همش مایه باشه، در زندان کار نیست، هیچ چیزا نیست. یعنی که از نگاه بنده مستفید کشتن، رژیم مستفید کشت. همین حکم قتل میگیم که همین حکم قتلش داد، یا که با تعبیر دیگه حکم ابد میگیم که یک عمر زندانش کرد. همین معنی را داره. از زندان اگر زنده ببره 93 ما دیگه نمیتونیم، غیبا نمیدونیم که زنده میبره که نه، اما زیادتر گمانی بنده همین است که مستفید خدا نگهش بداره اما وفات میکنه. نگاه کنین جا میگم که لعنت کردن رحمانوف برای بنده بسیار گپی خوبه. این هم گپی عادیه برای من، گپی سخت نیست. برای بعضی شاید گپی بسیار وزنی باشه لعنت، اما لعنت کردن رحمانوف وزیراش در ایجاده چی میشه برای ما شما مناسب یا که بگین جایز میشه در همه حالت. زیرا رحم نمیکنه با مستفید 87 ساله که ای پدر ای شریف چمکبود ای کلونه. شریف چمکبود هم میدونن که ایا پدر رحمانوف. خیلی در جای فکر کنه که یک وزیر پدرش باشه، اما میشینه یا که یک داماده رحمانوف پدرش باشه، بدونه که با همون طالبان گفته شنید میکنن، بدونه که با همون انصارالله گفته شنید میکنن. اگر امیرم بدونه زندان نمیشه. خیلی مستفید گناه نداره، اما میدونه خداوند شهیدی را نصیبش بگردونه.